الحاج حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر در راستای تقویت نظام آموزشی و ترویج ارزش‌های اسلامی از مدرسه برهانیه ولسوالی حصه اول این ولایت دیدن کرد و در برنامه ویژه با حضور علما، مسئولان معارف، مدیران مکاتب، والدین و مردم سخنرانی نمود. آقای حکیم همچنان با تاکید بر این که خط مشی نظام امارت اسلامی افغانستان بر پایه قرآن و سنت است، بر جلوگیری از ترویج افکار غربی و شرقی و تربیت شاگردان بر اساس ارزش‌های اسلامی تاکید کرده است. با طلبای کرام نصیحت و وصیت ما است که شما که لوای دین الله رب العزت را به دست گرفتین، شما یک مسئولیت بسیار عظیم را متحمل شدین که هر وقتی که دین الله رب العزت چه تقاضا را از ما شما میکنه، باید ما شما به تقاضای دین الله رب العزت ما شما لبیک بگوین. همیشه مدارس هستند که دین الله رب العزت را تقویه کردن و صدای دین الله رب العزت از این مدارس به همه انحای عالم رسیده و مردم را امامت و رشادت از طریق مدرسه شده. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت کرد، بنیاد مدرسه اصحاب الصفه رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست مبارکشان شاندن و شاگردایی که در اون مدرسه تعلیم کردن، عقیده را یاد گرفتن، فقاهت را یاد گرفتن و کتاب الله رب العزت را به معانیش، به مقصود و مطلبش یاد گرفتن. اونو صحابه کرام بودن که دین الله رب العزت را به همه انحای عالم اونها رساندن و هم رسالت دینی و رسالتی که بر سپرده شده بود و رسالت را به همه انحای عالم رساندن. جهادی فی سبیل الله را کردن، لوای جهاد را به دست گرفته و شاگردای رسول الله صلی الله علیه و سلم سپهسالارای بودن که ممالک را فتح کردن و فتوحات را آوردن و مردم به دین الله رب العزت مشرف شدن و به دین الله رب العزت اونها گردن می نهادن. و مسلمانای همه انحای عالم در هر جایی که مسلمان هستند، اونها یگانه امیدشان به نظام امارت اسلامی هستند و هر طرفی که صدا میان، هر وفدی که از مسلمانان از دیگر کشورها به افغانستان میآید، اونها یگانه صدایشان این است که ما به امید شما و به انتظار شما شب و روز را صبا میکنیم که شما چه وقت به صدای ما برسین. ان شاء الله امید ما است که امی طلبای کرام که همیشه از دین دفاع کردن، از سنگر دفاع کردن، از کشور خود دفاع کردن، از نوامیس ملی خود دفاع کردن و از مقدسات دینی خود دفاع کردن. ان شاء الله تمنای ما است که یک وقتی برسد که اینها مدافعین امت اسلامی باشد. در هر کشور و در هر جایی که بالای مسلمان ظلم و ستم اگر به پیش بیاید، امی افغانهای غیور ان شاء الله که به صدایشان میرسه. وی همچنان نقش معارف، علما و خانواده ها را در پرورش نسل متعهد و مدافع ارزش‌های اسلامی مهم دانسته است. درس‌های خود را کما حقه، درس‌های خود را یاد بگیرین و همه توجهات خود را در یک نقطه جمع کنین که فراگیری علم است و حفظ قرآن عظیم شان است و تا که شما هم بر اونها صدقه جاریه باشین، وقت خود را ضایع نکنین، از وقت خود استفاده اعظمی بکنین و از این امکاناتی که جناب حاجی صاحب در اینجا مصرف میکنه ایرا کوشش از دیره بکنین که از این امکاناتشان استفاده بکنین و ام امیدی که فامیلای شما و والدین شما برای شما داره که امیدشان شما پره بسازید و امت اسلامی که انتظار به افغانها داره، امیدوار هستیم که همه امت اسلامی که منتظر به افغان هستند که از همین مدارس و از همین نظام اسلامی به صدای اونها رسیدگی شود و کوشش ازی شود که ما شما خود را به دین الله رب العزت خوب صحیح آراسته بسازیم، دین الله رب العزت را خوب صحیح یاد بگیریم، در زندگی خود در عمل خود بیاریم، باز در ماحول و فامیل خود بیاریم، بعد از دین الله رب العزت را به همه انحای عالم برسانیم. در این برنامه مسئولان معارف نیز از دستاوردهای آموزشی ولایت از جمله ایجاد مدارس جدید، ارتقای ظرفیت معلمان، ترمیم مکاتب و افزایش راهیابی دانش آموزان
و پوهنتون‌ها گزارش دادند و بر ادامه تلاش‌ها برای تقویت نظام آموزشی تأکید کردند. در حدود 700-800 نفر شاگرد ذکور و اناث داره، 3,500 نفر لیلی ذکور داره و 3,500 نفر اناث داره که در سطح ابتدایی است. البته طبقه ذکور از این تا سطح دوره حدیث است. فعلا ما در نظام امارت اسلامی 4 تا مرحله برای مدارس داریم: مرحله ابتداییه، مرحله ثانویه، مرحله مافوق ثانویه، مرحله موقوف علیه عالیه و مرحله عالمیه که دوره حدیث است. خب ثانویش در سطح صنف 12 است، مافوق ثانویش در صنف 14 است، صنف 14 است، عالیش در سطح لیسانس است و عالمیش در سطح ماستری است. الحمدلله مدرسه تمام سطح ها را داره، هم سطح 12 را داره، هم 14 را داره، هم لیسانس داره و هم ماستری را داره. خب یک موضوعی بود که به خاطر ارتقای ظرفیت مدرسه خواست ما می بود که مدرسه چون رسمی در بخش وزارت معارف تا صنف 12 هست، تقاضای ما می بود که ظرفیت و امکاناتی را که ما داشتیم، چون جناب والی صاحب در اینجا تا حال تشریف نیاورده بودن، رئیس معارف، رئیس شورای علما 1-2 مرتبه اینجا حضور داشتن، ولی والی صاحب نبود. ما خواستیم که والی صاحب دیگه اینجا بیاد از نزدیک ببینه ظرفیت های مدرسه را که اونا همراه ما همکاری بکنند در قسمت تا صنف 14 و 16 مدرسه که شما هم در جریان هستید که روی از او بحث صورت گرفت. دیگه در آینده ببینیم چه میشه. دیگه موضوع اصلی امی بود. حکومت څخه موږ ډیر الحمدلله دلیت هر څه ترتیب برابر دي د حاجي صاحب د خوا څخه د حکومت څخه بس موږ ان شاء الله ډیر خوشاله یو چې اعلانم والي صاحب دلیت حضور لري ستا او موږ ډیر تشکر جنجي کوو چې پر موږ یو پښتنه وکړه رالی دلیت. نو بس ان شاء الله د کم بوت نسته چې موږ د حکومت څخه کم درخواست وکړو. دا غوښ هم دا درخواست چې هغه هم د محبت خپل مابینس کې او راسي د اتفاق او اتحاد لپاره الحمدلله. ما درته ویل چې موږ د دومره ولایتو خلک یو، تقریبا په کال مو یو خبره مابینس کې نه راغلی، دومره سره خوشاله دا نسته چې دا ازبک دی، دا پښتون دی، دا تاجک دی، هر څه موږ سره سته په مدرسه کې. خو الحمدلله موږ ډیر خوشاله او هغه څخه هم دا درخواست لرو چې راسي او شو ژوند او From 34th province, we have students in this madrasa. We are glad to have everyone in this madrasa. We are brothers with each other. We do not think that if a person be from Kabul, if a person be from Nuristan, if a person be from Badakhshan, we are brothers with each other. We study together in one places and under the seal. وأنا أدرس في مدرسة البرهانية البنشير. الحمد لله الذي هدانا إلى طريق أهل السنة والجماعة، خصوصا هدانا إلى هذه المدرسة. هذه المدرسة يكون مشهورا في أفغانستان، يكون كثيرا مشهورا. وهذه المدرسة أحد مدرسات الدينية في أفغانستان، وأنا أدرس في هذه المدرسة، وأيضا تعلمت اللغة العربية في هذه المدرسة. أنا أيضا أدرس في الدرجة الثالثة. يكون هذه المدرسة إمكاناته جميعا يكون دروسه وأساتذته كله يكونون جيدا.